با عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز. خب در این ویدیو ما قصد داریم که آموزش شبکه کردن تمامی تجهیزات شبکه با PC رو به شما عزیزان به اشتراک بذاریم. خب دوستان، تمامی تجهیزات شبکه IP آدرسی دارن که اون IP آدرس برای برقراری ارتباط ما با اون تجهیزات وجود داره. الان من از طریق کارت شبکه وای فای به یک روتر میکروتیک وصل هستم که IP آدرس اون هست 192.168.88.1. این IP دیفالت این روتر هست که من الان توی مرورگرم این IP آدرس رو سرچ کردیم و باز نشد. خب دوستان، در این مرحله نیاز هست که دکمه ویندوز و آر رو روی کیبورد فشار بدیم و در این صفحه باز شده یا همون صفحه ران عبارت ncpa.cpl رو تایپ میکنیم و اوکی میدیم. خب در این صفحه باز شده تمامی کانکشن های مربوط به PC در اینجا به ما نمایش داده میشه. خب همونطور که مشاهده میکنید عبارتهای اترنت مربوط به کانکشن های کابلی ما هستش که ما الان ارتباطی از طریق کانکشن کابل نداریم. ارتباط ما با روتر میکروتیک از طریق وای فای برقرار هست. خب روی وای فای کلیک راست میکنیم و پراپرتیز رو انتخاب میکنیم. در این صفحه عبارت اینترنت پروتکل ورژن 4 TCP IP ورژن 4 رو انتخاب میکنیم و پراپرتیز رو میزنیم. در این صفحه باز شده گزینه اول مربوط به IP خودکار هست که روتر به صورت خودکار به کارت شبکه ما IP میده. خب در اینجا چون روی روتر میکروتیک ما کانفیگی وجود نداره، ما باید به صورت دستی IP روی کارت شبکه‌مون قرار بدیم که گزینه دوم رو انتخاب میکنیم و توی این گزینه IP آدرس رنج IP شبکه‌مون رو میذاریم یا رنج IP روتر میکروتیکمون رو میذاریم که 192.168.88.5 رو من اینجا انتخاب میکنم. دقت داشته باشید که دوستان باید اکتد آخر رنج IP مون تفاوت داشته باشه. الان چون روتر میکروتیک ما 88.1 هست، من اینجا 88.5 رو گذاشتم و در سابنت ماسک کلیک میکنیم تا عددها به صورت خودکار در اون قرار بگیره. در اینجا صفحات رو میبندیم و مرورگرمون رو باز میکنیم. خب حالا دوستان، در این صفحه مرورگرمون عبارت IP آدرس 192.168.88.1 که مربوط به روتر میکروتیک ما هست رو سرچ میکنیم و باز میشه. خب دوستان، در ویدیو بعدی ما قصد داریم که آموزش دسترسی ما به تجهیزات میکروتیک رو با شما همراهان عزیز به اشتراک بذاریم. منتظر ویدیو بعدی ما باشید.